فیلم پرفروش رفقای خوب یا گودفلاس شاهکار مافیایی مارتین اسکورسیزی است. در این فیلم ری لیاتا نقش هنری هیل گنگستر در جریان صعودش از نوچگی تا مغز متفکر بزرگترین سرقت قرن را بازی می‌کند. اما موفقیت خطر را هم با خود به همراه دارد و او در تلاشی ناامیدانه برای نجات جان خود بر علیه گروه مافیای نیویورک شهادت می‌دهد. Henry was the most significant organized crime figure. He was going to be an invaluable witness. در پایان این فیلم خانواده هیلز را می‌بینیم که بالاخره در امنیت زندگی جدیدی را تحت برنامه محافظت از شاهدین شروع می‌کنند. اما در حقیقت این تنها شروع مشکلات هنری بود. مامورین برنامه محافظت از شاهدین خبری که بیش از همه از آن هراس داشت را به او می‌دهند. مافیا به او نزدیک می‌شود. شهادت او شرورترین مافیاهای نیویورک را به زندان انداخته بود و حال آنها به دنبال انتقام بودند. No matter how long it would take, Henry was sure that they would hunt him down and kill him, and it was just a matter of time. Henry was unbelievably desperate. این داستان واقعی هنری هیل است، مردی با مأموریت نابودی خود. He just couldn't control himself. داستان‌های واقعی. بذر اصلی نابودی هنری هیل مدت‌ها پیش از آن که وارد مافیا شود کاشته شده بود. هنری هیل در نوجوانی و زمانی که در کافه محل رفت آمد مافیا کار می‌کرد با مافیا ارتباط پیدا می‌کند. سردسته این مافیا پال واریو رئیس باند در خانواده مجرم لوکیزی یکی از خشن‌ترین مافیاهای نیویورک است. He wasn't born a criminal, but he happened to have been reared in a neighborhood infested with mafia gangsters. اد مکدونالد رئیس اسبق نیروی ویژه مبارزه با جرایم سازمان یافته در بروکلین است. او بود که هنری هیل را وارد برنامه محافظت از شاهدین کرد. He was attracted to the excitement and to the power and to the glamour of what he saw in front of him, to be a movie star with muscle. And that's really what he wanted. That plus the excitement of being a gangster. پدر هنری به سختی برای همسر و 7 فرزندش امرار معاش می‌کند. پال واریو معروف به پالی تبدیل به پدری می شود که هنری احساس می کرد هرگز نداشته. هنری اهل سیسیل بود و پالی طبیعتاً به او اعتماد کرده و کم کم مسئولیت بیشتری به او محول می نمود. اما موقع پیشخدمتی در زمان ورقبازی هنری از طریق پالی با مردی آشنا می شود که مسیر حرفه‌ای مجرمانه آینده‌اش را شکل می دهد. جیمی برک، معروف به جنت. هنری هیل بلافاصله به سمت این گنگستر کاریزماتیک جذب می شود. He loved the fact that Jimmy Burke would be respected wherever he went, into a restaurant, into a nightclub. Cheers would pull out immediately. So Jimmy the Gent had a huge impact on Henry Hill. He would hand out $20 bills, and that's what Henry Hill really wanted. He aspired to that kind of richness, that kind of luxury. اما در پشت این ظاهر پرزرق و برق، جیمی یک گنگستر بی‌رحم بود. He's someone who demands respect. You don't mess with Jimmy the Gent. زمانی که اعتبار هیل بالا می رود، او کم کم با رئیس سردسته پالی برای انجام کارها همراه می شود. هنری نوجوان این را یک امتیاز برای خود می داند، اما طولی نخواهد کشید که او حقایق خشن زندگی مافیایی را خواهد دید. زمانی که پالی به دیدن معشوقه‌اش می رود، هنری تصور می کند که این یک ملاقات معمولی است. اما این زن عاشق اشتباهی جدی کرده و با همسر پالی تماس گرفته بود و رابطه‌شان را لو داده بود. Paulie then, with Henry there, went to her house and beat her savagely with a baseball bat. And he put her in a hospital, broken neck, broken bones, and this was a woman, mind you.
اما این درسی تکان دهنده برای هنری بود. مافیا هر کسی را میبخشد غیر از خبرچین‌ها. Woman, child, or otherwise, if you do break that code of silence, the consequences can be quite severe. این درسی است که هنری تا پایان عمر به یاد خواهد داشت. تا اوایل دهه 60 ارزش باریک از فرودگاه تازه ساز JFK میگذشت سالانه به 30 میلیارد دلار میرسید. مافیا به سرعت از این فرصت مجرمانه استفاده کرده و طولی نکشید که جیمی برگ تبدیل به پادشاه سرقت بار شد. At Kennedy Airport, you could find anything from fur coats, jewelry, expensive watches, anything else that one could possibly imagine. These are cargo containers that at times contained hundreds of thousands of dollars in merchandise. And this was the reason why Kennedy Airport was the hotbed, the nucleus for hijackers. زمانی که هنری طعم سرقت را چشید، چشمهایش باز شد. او برای اولین سرقتش با مرد گردن کلفت و تازه‌کاری به نام تامی دیسیمون همراه شد. They were about the same age. They became friends, but they were two different elements. Tommy DeSimone was a loose cannon. He was a brute, 6'4", 240 pounds, and he could really handle himself. Henry Hill was peaceful, would avoid violence. Tommy DeSimone would embrace violence. اما برای این سرقت طبع خشن تامی مهار می شود و هنری با چرب زبانی از نگهبانی عبور می کند. وقتی به داخل رسید، یکی از نگهبانان را قانع می کند که قفل بندرگاه را باز کند. آن هم با قدیمی ترین حقه سرقت، یعنی 2 انگشت در پشت. The idea that with 2 fingers you can convince a guard to open up the door for you. It establishes for him that the airports are good hunting grounds. نقشه هنری بدون ایراد اجرا می شود و نگهبان مقاومت نمی کند. He did it without violence, without killing anyone, without hurting anyone, or without even risking being hurt himself. It was intoxicating to him. Addictive as well, naturally. آنها دست و پای نگهبانان را می‌بندند و پارکینگ کامیون‌ها را با تریلی‌های پر از کالا ترک می‌کنند. Within a matter of minutes, he had his hands on thousands of dollars in swag. و برای هیل مسئله مهم این بود که کسی آسیب ندیده. به همراه دوست جدیدش تامی، دار و دسته هنری تکمیل شده بود و هنری با سهمش از این غارت که به پول امروزی برابر با $40,000 می شود، بالاخره امکان این را داشت که از قهرمانش تقلید کند. For Henry, having money wasn't a matter of building up abstract wealth. It was having enough money to go into clubs that he loved. He was always the center of attention. اما هنری می‌دانست برای اینکه از طرف مافیا مورد احترام قرار بگیرد به یک همسر نیاز دارد. یک مرد متأهل چیزهای بیشتری برای از دست دادن دارد و زمانی که هنری با کرین فریدمن جوان آشنا می‌شود، در ابتدا او را صرفاً وسیله‌ای برای رسیدن به هدفش می‌بیند. Henry meets Karen, and initially he didn't really like her that much, but was attracted to her over time because she's a say-it-like-it-is New Yorker. But she also was very innocent, and Karen really didn't know what she was getting involved with at the end of the day. He finally gets Karen to come on a date with him to the Copacabana, and Sammy Davis Jr. is performing, and he sends over champagne. At that point, she realizes that this is someone who has potential. این زوج ظرف چند ماه با یکدیگر ازدواج کرده و به حومه سرسبز لانگ آیلند نقل مکان می‌کنند. اما طولی نکشید که کرن متوجه شد قلب هنری با مافیاست. I think Henry's biggest problem from a personality standpoint was that he had an addictive personality. And part of that addiction was that being addicted to the glitz, the glamour, and the excitement of being in the mob.
هنری همان جایی است که می‌خواست باشد. اما کرن ناامیدانه سعی دارد همسرش را به راه راست هدایت کند. Karen has been trying to convince Henry to pull away from the mob, really striving to have a normal life here. Even with the financial success, Karen really wanted a stable life for her kids. داستان‌های واقعی. اما جذابیت زندگی مافیایی در شهر به قدری برای هنری بالا بود که نمی‌توانست او را جدی بگیرد. He was an excitement junkie. He was somebody who wanted to be on the edge all the time. He was addicted to the thrill and to the excitement of the mafia. طولی نکشید که هنری به صحنه اولین سرقت بزرگش و زمین بازی خانواده مجرم لوکیزی یعنی فرودگاه JFK بازگشت. The cargo buildings had no security whatsoever. The foreign airlines were very, very lax. Maybe they felt that being in the United States, crime was non-existent. Well, they were wrong. به او خبر میرسد که مقداری پول نقد به ارزش تقریباً $500,000 در انبار هواپیمای ایر فرانس نگهداری شده. این پول پشت یک درب قفل شده نگهداری می شود. تنها چیزی که هنری با آن نیاز دارد یک کلید است. با اینکه دیگران ممکن بود به سمت خشونت بروند، اما هنری نقشه بدون درد و خشونتی ترتیب می‌دهد. او فرد حامل کلیدها را مست می‌کند و بعد ترتیبی می‌دهد که حواس او را پرت کند. After the guard and the prostitute left the room, they frolicked for approximately maybe an hour and a half. Henry Hill went back into the room and removed the key to the vault from the key ring attached to the guard's pants. هنری یک کپی از کلید می‌سازد و بعد آن را برمیگرداند و نگهبان هم کاملاً از همه جا بیخبر است. Henry comes up with a plan that is wonderfully gentlemanly, and it's a beautifully elegant plan. آنها وارد انبار هواپیمای ایر فرانس شده و درب صندوقخانه را باز می‌کنند. پاکت‌های حاوی پول نقد را پنهان کرده و تا جایی که میشد در چمدانی جای داده و با خود میبرند. هنری با $480,000 برابر با حدود $6.5 میلیون به پول امروز از انبار خارج شد. هنری بدون اعمال خشونت به عنوان مردی که میتوانست به مافیا در کسب ثروت کمک کند کسب اعتبار کرده بود. So when this happened, it really allowed Henry to move up the ladder in the mob, knowing that he finally gained the respect of people that he himself has respected all his life. اما درست زمانی که هنری به موفقیت‌های عظیم دست پیدا می‌کند، این مافیای خشونت‌گریز پا پس می‌کشد. کرن او را قانع می‌کند که راه صحیح را در پیش بگیرد و هنری با تایید پالی کلوبی در کوینگز به نام سویت خریداری می‌کند. پالی حتی دار و دسته واریو را از رفتن به این کلوب منع کرده بود. Henry was a natural restaurateur. He loved treating people well. I think Henry really felt that it was the right thing to do to try and establish a legitimate business, go straight. اما با وجود منع پالی، طولی نمی‌کشد که شرکای جرم قدیمی او، جیمی و تامی به کلوب می‌آیند. خانواده هیل که به زندگی خارج از دنیای مافیا نزدیک شده‌اند، نمی‌خواهند با این وضعیت روبرو شوند. اما دوستان هنری نقشه‌هایی برای یک سرمایه‌گذاری جدید دارند و هنری دوباره به درون دنیای آنها کشیده می‌شود. Henry Hill is at a moment in organized crime when America becomes involved in a drug culture. Part of partying, part of enjoying yourself is using cocaine. This is the drug of success.
This was something that was banned in the 5 families in New York City. They learned that the people who were facing lengthy jail sentences for narcotics trafficking were likely to cooperate. نکته مثبت این بود که قاچاق و فروش مواد سودآور و کلوپ جدید هنری هم از تیررس خارج بود. Henry was violating this edict in the Lucchese crime family. If Vario learned about that, then he would be killed. But because he was using their narcotics, he became extremely careless. و اینطور که استیو کاربون مأمور اسبق FBI میگوید طولی نمیکشد که به این مواد و سود به دست آمده از آنها معتاد می شود. He was almost obsessed. He was on the way to disaster. And what happened is the drugs finally got him. و این اتفاق تنها برای هنری نیفتاد. تامی دی سیمون هم تحت تاثیر شدید این ماده محرک قرار می‌گیرد. طولی نمی‌کشد که یک نفر تامی زود خشم را به خشونت تحریک می‌کند. و آن مرد بیلی بتس بود، یکی از سردسته‌های رد بالای مافیا که به تازگی از زندان آزاد شده بود. Tommy is absolutely whacked out on cocaine. He's just out of control. بتس سر به سر تامی می‌گذارد. او ناگهان منفجر می‌شود و با اسلحه‌اش به بتس ضربه می‌زند و او را می‌کشد. The actual killing of Billy Botts is an absolute explosion of violence. Henry is right in the middle of it, witnessing it, unable to stop it. در آن لحظه دنیای هنری زیر و رو شد. بیلی بتس یک مافیای معمولی نبود. او یک مرد رد بالا بود. او زندگی خود را وقف مافیا کرده و در ازای آن امتیاز محافظت کامل دریافت کرده. جریمه به قتل رساندن یک مرد رد بالا مرگ است. Billy Batts is in a state of hyperprotection, and even another made man can't kill a made man. Being that now the 3 of them are equally endangered by this, the only thing that Henry could do is help dispose of the body. چه خوب چه بد، هنری حال می‌داند که سرنوشتش به جیمی جنت و تامی دی سیمون گره خورد. Once they've carried out this killing together, he is now completely bound to organized crime. There's no way out for him at this point. این قتل تا پایان زندگی آنها را دنبال خواهد کرد. اما فعلا رد خود را پوشاندند. هنری هیل که ذهنش هنوز مشغول این قتل است خبر خوبی دریافت می کند. دوست او مارتی کروگمن که دلال شرط بندی است آشناهایی در فرودگاه کندی دارد و به او خبر می دهد که یک محموله عظیم از پول نقد غیرقابل ردیابی قرار است از ترمینال بار لوفتانزا عبور کند. Henry knew as soon as he heard about it that there was a great opportunity here. Anytime Henry learned of an opportunity for a score, he would do one thing. He would immediately go to Jimmy Burke and tell Jimmy about it. نقشه ترمینال بار و اطلاعات ارزشمندی درباره تدابیر امنیتی ترمینال به هنری ارائه می شود. They knew the outline. They knew sort of the geography of the cargo terminal. They knew where the money was being kept. They knew where the jewelry was being kept. جیمی گروهی از سارقین مسلح سرسخت را ترتیب می دهد، اما هنری در این گروه نیست. Jimmy would not allow him to go on the Lufthansa robbery because he couldn't trust him, because Henry was just not a reliable, violent gangster. Burke and DeSimone were people who had reputations for being killers. Henry was sort of a tag-along guy. با فرارسیدن شب گروه دست به کار می شود. آنها نگهبان ورودی ترمینال بار لوفتانزا را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. Whether it's the cocaine or whether it's the fact that they've already together committed a violent crime, it's the first crime where they really brutalize the Lufthansa employees. و از شکنجه روانی هم استفاده کردند. The gunman took the driver's licenses from all the employees and told them that if they identified them, that they knew who they were and where they lived.
و این کار نتیجه بخش بود. کارکنان وحشت‌زده آنها را به داخل گاو صندوق بردند. با اینکه شاید هنری در این سرقت حضور نداشت، اما اطلاعات او نتیجه بخش بود. داستان‌های واقعی. It turned out it was the largest robbery in the history of the United States, over $5 million in cash and probably well over $1 million in jewelry. هنری به سرقت مبلغی به ارزش 30 میلیون دلار امروزی کمک می‌کند و ثروت هنگفتی در انتظارش است. Henry got much more excited afterwards when Jimmy told him we had so much we didn't know what to do with it. I think Henry was proud that he really was, in a way, responsible for the largest robbery in the history of the United States. ظرف 48 ساعت FBI بیش از 100 مأمور را به این پرونده تخصیص می‌دهد. اد مکدونالد، رئیس اسبق نیروی ویژه مبارزه با جرایم سازمان یافته در بروکلین هم مسئولیت این پرونده را در دست دارد. Informants were going wild. And within days, everybody in law enforcement knew that the Burke crew was responsible for the robbery. The question is, how do you get proof? You have to move slowly. You have to gather evidence against them. FBI دار و دسته برک را تحت نظارت شدید قرار می‌دهد. We decided that we would try to get bugs in cars. And mostly what we got was horrible disco music and the heating in the car. At the end of the day, our electronic surveillance produced nothing. FBI بدون چندان امیدی به گرفتن نتیجه به یکی از نگهبانان لوفتانزا عکس‌هایی از دار و دسته برک را نشان می‌دهد. به نظر کار بیهوده‌ای می‌رسید چرا که سارقین ماسک به صورت داشتند. اما با وجود احتمال ضعیف ظرف چند دقیقه به موفقیتی دست پیدا می‌کنند. Tommy DeSimone was the individual guarding the captives. Head down. And he removed the ski mask momentarily just to cool his face. And the Lufthansa employees had a good look at him and were able to ultimately identify him. این مرد که هنوز هم از سرقت وحشت داشت حاضر نشد در دادگاه شهادت بدهد، اما حال پلیس می‌دانست که در مسیر درستی پیش می‌رود. هنری، جیمی و تامی 5 میلیون دلار پول نقد به دست آوردند، اما FBI به دنبال آنهاست. FBI با موفقیت دیگری روبرو می شود و ماشین فرار سرقت که یکی از اعضای گروه به نام استاکس ادواردز راننده آن بود را پیدا می کنند. یکی از رهبران تیم استیو کاربون لحظه‌ای که ماشین پیدا شد را به یاد می آورد. I was there that day. We found it, put it in the garage and did a forensic on it. Edwards was supposed to get rid of it, burn it, crush it. He didn't. بازرسان رد ادواردز را تا آپارتمانش دنبال می‌کنند، اما ادواردز نمی‌تواند با آنها حرف بزند. 6 گلوله در سر و سینه او به FBI نشان می‌دهد که جیمی برک دست به آشوب زده و او برای ساکت کردن دار و دسته سرقتش یک نقشه بسیار ساده دارد. او می‌خواهد همه افراد درگیر در سرقت را به قتل برساند. Burke was beyond himself. He couldn't handle it because he thought any minute the walls were going to come tumbling down. فرد بعدی در لیست کشتار جیمی مارتی کروگمن بود. او همان دلال شرطبندی بود که اطلاعات بار لوفتانزا را به هنری داده بود. Marty Krugman was a potential weak link, and shortly after the robbery, Marty Krugman went missing. این حمام خون در برابر هر کسی که حتی ارتباط کمی هم با این سرقت داشته ادامه داشت. There was a homicide of a fellow by the name of Richard Eaton who was found strung up in a freezer. And he didn't even really have anything to do with it. Every time we reached out for a subject, pretty much he was dead. They could very well have been people who would have cooperated if we leaned on them heavily enough. And unfortunately, they got to them before we did. هنری قادر نیست جیمی را متوقف کند. و با رسیدن تعداد قربانیان به 13 مشخص می شود که هیچ کس در امان نیست. تا زمانی که هنری هیل زنده است، او هم تنها یک حلقه ضعیف دیگر است.
هنری گیر افتاده. اگر FBI به سراغش نیاید، جیمی حتما خواهد آمد. و دیر یا زود مافیا متوجه ارتباط او با مرگ بیلی بتس خواهد شد. اما خبر خوبی در راه است. هنری متوجه می شود که دوست صمیمیش تامی دی سیمون قرار است مرد رده بالا شود. به نظر می رسد که اگر مافیا از مرگ بیلی بتس هم مطلع بود، این موضوع اهمیت چندانی برایشان نداشت. Jimmy Burke is extraordinarily proud. This is someone who has attained his position being under the wing of Jimmy the Gent. It's a very proud moment. تامی به عنوان یک مرد رده بالا تحت محافظت کامل قرار دارد و حال خیال جیمی و هنری کمی راحت تر است. اما این ترفیع رتبه صرفاً یک حقه بود. تامی به جای کسب اعتبار و احترام کشته می شود. پالی از قتل بیلی بتس مطلع است. Tommy DeSimone was somebody who was wild. In that world, with the rules that they follow, he sort of got what he deserved. اگر مافیا میدانست که تامی بیلی بتس را به قتل رسانده، احتمالاً از تمام ماجرا هم خبر داشتند. Although Tommy committed the murder, they helped dispose of the body. And basically, once Tommy's been killed, it will just be a matter of time before they're killed. As someone who's not a made man, he is completely subject to justice as Paulie sees it. He's in extraordinary danger. در این وضعیت که دنیای هنری از کنترل خارج شده، او با فروش مواد مخدر امرار معاش می‌کند. این یک قمار خطرناک است، چرا که تحت قوانین مافیا جریمه فروش مواد مخدر مرگ است. So every moment he feared someone, an executioner, approaching him, either at his doorstep or perhaps in the streets. و طولی نمی‌کشد که او بالاخره با گذشته‌اش روبرو می‌شود. Henry thought that was the end. He just braced for that final blow, thinking that the executioner had finally caught him. اما شلیکی در کار نبود. و آن مرد یک پلیس بود. He feels this wave of relief because at that moment he's not going to be shot. هنری توسط اداره پلیس شهر نساو به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت می شود. ظرف 48 ساعت ترتیب تحویل او به FBI داده می شود. بعد از بین رفتن تمام سرنخ‌ها، بازداشت هنری همان فرصتی است که پلیس به دنبال آن بود. Jimmy Burke and that crew knew if Henry wanted to, he could rat on all of them. هنری که به جرم قاچاق مواد مخدر با 25 سال زندان تا حبس ابد روبروست و از طرف دیگر ممکن است او و خانواده‌اش به دست مافیا کشته شوند، با پلیس معامله می‌کند. They always think, I don't have to give everything up. I'll be able to give part of it up, and the guys will still like me. He was thinking about getting some other small-time guys for extortion, loan sharking, those types of crimes. اما هنری همچنان می‌داند بهای لو دادن افراد مافیا چیست و بنابراین مأموران FBI مهمترین مدرکشان را در برابر او قرار می‌دهند. صدای ضبط شده جیمی برک. جیمی به دنبال کشتن هنری است و همینطور پال واریو به خاطر استفاده هیل از مواد مخدر. Henry was unbelievably desperate. He was worried about his family, his kids, so there was no question. He knew as soon as he got out, he was dead. Burke or Vario would take care of him. He knew that life was spiraling out of control. There was nowhere to turn. He hit a brick wall. بعد از ماه‌ها فشار روزافزون، هیل بالاخره تسلیم می شود. Parole officer called me and said, he wants to speak to me. Once you've done that, it looks like you're looking for help, and that means you might be willing to give up something for that help.
هنری که جایی برای فرار ندارد همه چیز را برملا می کند. It became apparent that he had a lifetime of crime with these guys, and he was able to make cases as a witness. He was a font of information, he was very reliable, and he was going to be an invaluable witness. آنها پیشنهادی به او می‌دهند که می‌تواند زندگیش را نجات دهد. اگر هنری حاضر شود بر علیه جیمی برک و پال واریوس شهادت دهد، پلیس او و خانواده‌اش را در برنامه محافظت از شاهدین قرار می‌دهد. Henry really had nowhere to turn. Everything was crashing down on him, and we were his salvation. داستان‌های واقعی. آنها وارد برنامه محافظت از شاهدین شدند و پرونده خانواده هیل برای همیشه از سوابق حذف شد. هنری از خانه امنش مخفیانه و تحت حمایت نیروهای مسلح به نیویورک می رود تا درباره خانواده لوکزی افشاگری کند. He had to be guarded, 24/7. They knew that he was cooperating. The minute he left there, his life was in danger. He was scared. I mean, he really was scared. I mean, he was in constant fear that we're going to retaliate. They were going to come look for him and kill him. مأموران FBI از شواهد مهمی که هیل به آنها ارائه می‌کند حیرت زده می‌شوند. We weren't sure what he was going to offer us, but we did know he knew this group better than anyone. شهادت هیل پدرخوانده‌اش پال واریو سردست مافیا را به 10 سال زندان محکوم می‌کند. He was the father that Henry didn't feel he had, but I think he also realized that it was a matter of Paul or him. بعد از سالها ارائه مدرک و شواهد، هنری شهادت می‌دهد که استاد خودش جیمی برک، مردی که جسدش در یک سردخانه پیدا شده بود، یعنی ریچاردسون را کشته. جیمی جنتبرگ به حبس ابد محکوم می‌شود. He wrote Burke off, and unfortunately, Burke was the victim of Henry Hill's testimony. او تبدیل به بدنامترین خبرچین مافیا در تاریخ می شود. شهادت‌های او به محکوم کردن 50 تن از اعضای جرایم سازمان یافته کمک می کنند و در چشم مافیا تک تک اینها با حکم مرگ همراه است. مأمورین برنامه محافظت از شاهدین هیل را به نقطه دور از مافیای نیویورک منتقل می کنند. خانواده هیل با نام‌های جدید زندگی تازه‌ای را در اوماها در ایالت نبراسکا آغاز می‌کنند. این پایان فیلم گودفلاز بود. هنری از چنگال مافیا رها شده بود. اما در واقعیت زندگی هنری هیل بیش از همیشه در خطر است. مأمورین برنامه محافظت از شاهدین با منزل این خانواده تماس می‌گیرند و خبر بدی دارند. جیمی برک می‌داند که هنری در منطقه غرب میانه مخفی شده است. Paulie and Jimmy were dedicated to finding Henry Hill. No matter how long it would take, Henry was sure that they would hunt him down and kill him. And it was just a matter of time. مأمورین ریسک نمی‌کنند. خانواده هیل مجبور است یک بار دیگر در نقطه دیگری از کشور زندگی جدیدی از نو بسازد. یک آغاز جدید با هویت جدید باید به معنای بهبود زندگی برای خانواده هیل باشد. اما بعد از سالها اعتیاد به مواد مخدر، پول و آدرنالین، هنری شروع به لغزش می‌کند. Henry had a great deal of difficulty adapting to life. He still wanted to be part of the old life. He backslided and he began to drink heavily. He began to use drugs. So Henry was guilt-ridden and full of remorse. He loathed himself for having snitched on his friends. And in my opinion, ultimately, he wanted to end his life. او به همه میگفت که او هنری هیل مغز متفکر پشت بزرگترین سرقت مافیا است. Maybe because he was getting addicted to drugs and his brain was just fogged out. He would shoot his mouth off about who he was. He would get a couple of drinks in him, and yeah, you hear that story about Lufthansa, that's me.
If he thought about it, he would keep his mouth shut, but he just wanted the attention. استیو کاربون متوجه می شود که او از خانواده‌اش هم دست کشیده. He called me once. He said, you know, you got to congratulate me. So I said, Henry, what for? He says, I got married. I said, oh, congratulations. And then I thought for a second, I said, Henry, you are married. I know, but that was with my other name. Now I'm in the program. He got married under his new name. همسرش ناگزیر او را ترک می کند و طولی نمی کشد که مأمورین برنامه محافظت از شاهدین هم او را از برنامه حذف می کنند. The witness protection program finally said, look, we're not going to have any more of this. So they kicked him out of the program. هنری که از مسیر صحیح خارج شده بود و کسی را نداشت که از او مراقبت کند، با گروهی از قاچاقچیان مواد مخدر همراه می شود. Why would Henry do this kind of stuff? Why was Henry trafficking in narcotics? He was an excitement junkie. He was somebody who wanted to be on the edge all the time. هنری خبر نداشت که این گروه تحت نظارت اداره مبارزه با مواد مخدر بود. DEA thought that Henry getting into the kind of trouble he was getting into after being involved in the witness protection program, that he deserved to be arrested. اداره مبارزه با مواد مخدر هنری هیل را به بدترین جای ممکن می‌فرستد. زندان ترمینال آیلند. این مرکز ندامتگاهی است در خارج لس آنجلس که گامبینو، یک خانواده مافیایی نظیر پال واریو، آن را اداره می‌کند. The Gambinos certainly held sway. So when it became known that Henry Hill was one of the prisoners, he was in much more danger than he ever was on the outside. Basically, the guards guard the doors of the prisoners, regulate life within the prisons. هیل که نگران امنیت جانی خود است، با اد مکدونالد آشنای سابق خود در وزارت دادگستری ارتباط برقرار می‌کند. He contacted me and asked if I would write a letter for him. And I said, look, I can't write a letter recommending that you not go to prison. But what I can do is I can write a letter explaining the threats that you fear. And I can talk about your significance, your value as a witness. قاضی مجازات تعلیقی برای هیل در نظر می‌گیرد و او وارد یک برنامه جدی ترک اعتیاد می‌شود. شانس هنری برگشته است. خبر می‌رسد که پال واریو از دنیا رفته. رئیس مافیای 73 ساله دیگر خطری برای او نیست. It doesn't mean that he's completely out of the woods, but certainly it was a major relief to him. اما تا زمانی که جیمی برگ زنده است، هنری همیشه مراقب و هوشیار خواهد بود. هنری در نهایت از برنامه ترک اعتیاد آزاد می شود، اما از آنجایی که نه پولی دارد و نه تحت محافظت است، همیشه در معرض خطر است. Henry lived every day looking over his shoulder. I mean, he was in constant fear that people in the world of organized crime were going to retaliate. They were going to come and look for him and kill him. There's a lot of people who would still want to make their name, people who would want to kill Henry just to impress people in organized crime. اما زمانی که گذشته‌اش بالاخره به سراغش می‌آید، داستان آنچه که انتظارش را داشت نیست. نیکولاس پلجی، نویسنده‌ای که مشتاق است داستان او را بازگو کند، با او تماس می‌گیرد و هیچ کس نمی‌توانست پیش‌بینی کند که بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد. اسطوره هالیوودی مارتین اسکورسیزی می‌خواهد از داستان هیل فیلم بسازد. و فیلم گودفلاس زندگی هنری را به کل تغییر می‌دهد. He got to talk to Ray Liotta. He got to talk to Robert De Niro, Joe Pesci. He was like a hero. He would sign autographs. این فیلم باید مافیا را به یاد خیانت هنری می‌انداخت، اما پخش آن با جنبه مثبت غیرمنتظری همراه بود. Goodfellas made Henry such a star.
Those who wanted to see him dead no longer would go near him. با گذشت سالها و با مرگ جیمی برک از سرطان ریه در سال 1996 کینه‌ای که مافیا نسبت به او داشت از بین رفت. هنری هیل مخبر مافیا نسبت به سایر اعضای گودفلاز بیشتر عمر کرد. He's the person that commits the largest crime in the history of the United States and does so while being a complete screw-up. 40 سال از سرقت لوفتانزا می‌گذرد و مبلغ غارت شده هیچ وقت پیدا نشد. We learned from Henry that a good part of the money was used in drug deals. So it wasn't like they were putting money in the bank or getting involved with mutual funds. They were using the money for sort of street deals. اما داستان واقعی داستان خائن مافیایی است که 50 گنگستر را پشت میله‌های زندان انداخت. I don't think he regretted for a moment. He ratted out his friends. I think he realized that that's what he had to do to save himself, and he didn't look back. هنری بیشتر با کمک شانس از دوران حضورش در مافیا و برنامه محافظت از شاهدین جان سالم به در میبرد. او یک روز بعد از تولد 69 سالگیش در خانه‌اش در لس آنجلس از دنیا میرود. Henry died in his bed the night after a great birthday party. Is an extraordinary, successful life for a man that was Henry Hill. The real Henry Hill was a guy who was a small-time wise guy who thought he could beat the system. And ultimately, you know what? I think Henry did beat the system.